دوم به شما کم میکنه. این یک چیز گفت شاید دی کدام حکمت باشه. چی میگی؟ خب امامای سابقه امام ابو حنیفه رحمه الله خو نگفته، امام محمد گفته از نماز اگه اسقاط بته او اسقاط چیز هر روز 5 نماز 5 چارک گندم داده بره خلاص. ولی باز میگه که اگر نمیتونه داده اونایی تو نگفتن که باز هیله کنن، نه امام ابو حنیفه رحمه الله گفتن، نه امام محمد، نه امام ابو یوسف شاگردا هیچ در مذهب حنفی علمای متقدمین نگفتن. پس آن دیگه ملا پیدا شد، میگه یادم یک سال مریض بود نمازش مانده 5 نمازه که یک چارک گندمی یک سال بزن 5 ضرب 360 بکو چقدر میشه و بازو را ضرب یک چارک گندم کو که چقدر گندم میشه. این حالی پیسه از این میگه 5000 است، قرضدار شد 1 لک. چطور کنیم این 5000 1 لک او به او میگردانه و به او میگردانه، یعنی قسمی زیادش میکنه. این چیزها نه در مذهب است، نه امام ابو حنیفه خبر است از این گپا، نه شاگرداش. پس ملا پیدا شد، چند تا ملای دیگه. کاش که مذهب امام صاحب نظر خودش باشه، آسان بود. هر کی که آمد دادم مذهب خدا بسته کرد یا نظر داد او را میگن همیان مذهب است. فهمیدین؟ هر کی گفت من حنفیستم باز یک نظر داد یک ملا او را میگه همیان گپ مذهب است. زیرا ملای مذهبی گپ گفته، امام مذهب گفته نه، کی گفته؟ ملای مذهب گفته. ملا خود زیاد است، ملا هر چی میگه دلیل از قرآن و سنت بکار است. این فدیه میگه اسقاط در قرآن است، این فدیه روزه است، نماز هیچ نیست. و هم دمو روز بته خلاص. اگر مردی تو نه که نداده بود مرد با دم سر قبرش و سر مرده و هر وقت بته میشه. حالا جنازه شخواندی ببر، جنازه را میخوانه او را گروگان گرفتن مرده را. حالا چرا مرده را گروگان گرفت؟ نه پیسایش که نکشه نمیشه، پیسایش بالای سرش تقسیم میکنه. اگر نه از خودش هم نیست، او که مرد و پیسه از یتیم است. بعضی وقت نه مثلا ما مردم نه مردم صبح مردم اطفال ما یتیم شد، حالا این پیسه این به یتیم داده شد یا به مولای اجدار دانایشان این قنقوازه به اجدارا داده شد. باید از این مولا جیبش بکشیم به یتیمای چیز بده. اولادم یتیم شده. این مولای ظالم حق یتیمه بیار اسقاطشه 20,000 میکشه 10,000 میکشه با داده میره. کم تو ششتگیست، مردار خوره، حرام خور. الله در قرآن میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کسایی که مال یتیم به ظلم میخوره به ناحق آتش در اشکم خود میپره. اکثر اینمی اسقاط مال یتیم است، اکثر اوقات. در حالی که علمای سابقه گفت که وصیت کنه مال یتیم نباشه. این گپا را اونا گفته، همین کسایی که فتوا داده مولای مذهب اونا گفتن مال یتیم نباشه، وصیت کرده باشه یا پرسان نمیکنه، وصیت کرده نمازش مانده باشه میگه روزیش. حالا من نمازای ما خواندیم نه خفتن نماز خواندم روزه می چی سرم نیست مردم صبح اسقاط ما میکنن. حالا اسقاط چی میکنی؟ اسقاط روزه میکنی، روزیم تکمیل است. نماز میکنی، نماز مشاو خفتن خواندیم یک نمازم قضا نکردیم. نه اسقاطش که نبیاری نمیشه. این مولا را سعی کنی چی ظالمایی هستن. خب بگی عالم تو به مذهب ایمان داری، به قرآن این به چی داری؟ این والله کاری که یا میکنن نه در مذهب است. خب همین علمای مولای مذهب هم میگه پا نگفتن. ما در یک جای رفتیم، یک مولای صاحب بود، او ایزاره با تقوا بود، کمی با تقوایی که ایله میکرد، ولی همون شرایطی که مولای مذهب گفته او را مراعات میکرد. گفت وصیت کرده یا نه؟ همین مرده. گفت نه. گفت یتیم صغیر داره؟ گفت ها. گفت ببرین پیسیش به یتیمش بده. حال مولا این از کجا چندین قریه آمده بودن پشت اسقاط. مولوی کلان که گفت ببرین به یتیم بتین، این مولوی ها چنان قار شده. جنازه را خوانده میگه خدا این را نبخشه. ما از کجا آمدیم به خاطر اسقاط؟ یک چند روپه به ما بده. این تو مولای ذلیل. خب ششته مردار خور مال یتیمه میخوری. یک وقت یک استاد ما گفت ما چند مولا را میمان کردیم و آمدن گفتی خو مردکه مرده ایسو اسقاطش میگیرن، ایسو گوش کشتن. گو از یتیم است، پدر مرد حقش خلاص است.
گاو از یتیم او را کشتم میگم می تو پلاو گوشت نه شوروا بود خوب گوشت آورد که می آوردم مولوی ها 30-40 تا آورده بودن گفت که اعوذ بالله اوکی گفت اعوذ بالله من الشیطان پاکستان بود باز کسی نگویم پشتو گپ زدی گفت اعوذ بالله اوکی خوب گفت که میگم من که میگفت که بسم الله اوکی میگم من گفتم باش که من بسم الله را ما بگم گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا امیر خواند حالا گفت کل مولا دوستاش او میگه تو بخو میگه چوب قرآن میگه هر کسی که مال یتیمه به ظلم و ناحق میخورد در اشکمش آتش میپرته زود است که در آتش داخل شد پدرش مرده این مال یتیم است گوش شما کشتین گوشت یتیم است میخوری بخور در اشکمت آتش میپرته حالا مولا میگه قار شده چیشتن که نان آمه است دیگه خب گوشت نام هستم این چطور میشه آیت خونده شد یک دفعه گفت مولا قار کرد چی حال است کی را آورده با ما برآمد که برآمد گفت مولای کته قار کرد دیگه از پشت 40 مولای دیگه از پشتش برآمد که رفتم بازی میگه که همین کسی که کارم میکرد بیبی ما بود تمیستان ما گفتی آمد حالا مولای صاحب چرا رفت من بیخی بدنام شده میشدم گفتم بیبی بیشی اینجا گفتن که این گوشت گاو ما نمیخوریم به ما گوشت مرغ باشه گفت خو ای تو میگن خدا یارو تبا کنه گفت من گاو کشتم یا میگه مرغ باشه گفتم می قار شده به این خاطر بعد از او که کل گوشتا من خوب شد گفت مردم هم چیز کردم گفتم میره ببرین در قصابی بتیم پیسیش به یتیمان ایسو اسقاطش هم میگیره ایسو گاو گوسفندش هم میکشه نامش هم مانده مذهب حنفی شور بخود تا پی وابی خراب در پسرت میگه من میگم حرام نخوی میگه وابیست نخو مال یتیمه حرام خور مرداری را بخوری خوب اسیره نی مال یتیمه یکم تا چی میگه ما اسقاط میکنیم بته بازم مولوی گفت که میکنی گفت بانی پیسه را برو از خانه بیار سبا روز خود دوا نمیکنی همین تو گفتش خب بیار گفت نشته که 60 تا بان که سبا روز دوا نکنی میگم تا میگه من خیرات میکنم نه که کد باد پس میگیره گفت اینجا نشته که 60 تا بان شایدار میمانیم که سبا روز در مال ازی در درخت ازی در زندگی دست نزنی خیرات تکدم مرده‌داری تکدم این گپا که گفتش چوب کرد ظالم آره امی برادرش هم تو ظالم است خب به خاطرش کم خود مال از او را میگیره مال برادر را میگیره مامایش هم تو ظالم است کاکایش هم بته عجیبت بته بیار عجیبت بته آفرین اون تو مولوی ها کم بود دیگه حالا نیست و آیا ذره خوب بودن میدیدن که چی گپه لمن يا